ساخت خانه بدون آجر و کاشی باور نکردنی به نظر میرسد، اما شرکت آمریکایی بنوچلز یک فناوری خانه‌سازی حبابساز توسعه داده است که این امکان را فراهم می‌کند ساخت و ساز با گذاشتن فونداسیون با استفاده از یک پمپ هوا برای باد کردن کیسه هوا به شکل حباب شروع می‌شود تا ساختار اولیه خانه شکل بگیرد. سپس یک توری فولادی روی سطح کیسه هوا پوشانده می‌شود تا شکل آن ثابت شود و در نهایت بتن را می‌ریزند و پس از سفت شدن بتن خانه حبابی ساخته می‌شود. کل فرآیند فقط یک روز طول می‌کشد و کیسه هوا را می‌توان دوباره استفاده کرد. در مقایسه با روش‌های سنتی ساخت و ساز، این فناوری می‌تواند زمان ساخت را حدود 60% کاهش دهد و هزینه آن فقط حدود $5000 از طراحی خانه بسیار ایمن است. ساختار گنبدی به طور مساوی فشار را پراکنده می‌کند و بدون خطرات پنهان از ضد آتش است.